سرویس تحویل کیکی یک انیمه، یک اثر مشهور از استودیو جیبلی که توسط استاد بزرگ هایائو میازاکی ساخته شده. سلام دوستان عزیزم، خوش اومدید به انیمیشن فکتوری. از اونجا که میدونید این ویدیو قراره راجع به انیمه تحویل کیکی باشه، سرویس تحویل کیکی، و من خودم عاشق انیمه هستم و میدونم خیلیامون به انیمه علاقه داریم. میخوام یک نگاه کلی به این انیمه زیبا و پر از نکات، فکت های زیبای انیمه رو بررسی کنیم. با من همراه باشید. موضوع مستقل شدن اینجا مطرحه که کیکی از یک روستای کوچولو قصد میکنه که بره توی یه شهر بزرگتر، بتونه کاری رو شروع کنه و مستقل بشه. انیمه به موضوعات جوانی، استقلال و مواجهه با چالش ها میپردازه. این روند تحول در شخصیت کیکی رو نشون میده و خب ما توی داستان نقش اصلی جادو رو میبینیم. جادو خیلی توی داستان بزرگ شده و جادو نمادی از رشد و توانایی‌های شخصیه. یعنی کیکی با استفاده از جادو با چالش‌های زندگی مدرن مواجه میشه. گفتیم که از روستا به یک شهر بزرگتر کیکی سفر کرد و پا گذاشت توی هدفی که هنوز برنامه‌ای برای اون، یعنی هدف مشخصی نداشت، فقط میخواست که بره و مستقل بشه. داستان شخصیت‌های خیلی جالب و زیبایی رو به تصویر میکشه. هر یک از شخصیت‌های داستان دنیای خاص خودشون رو دارن، میتونن به عنوان نمادهایی از چالش‌های اجتماعی و فردی تفسیر بشن. کیکی در تلاش برای یافتن هویت خودش به شهر جدیدی میره. این نشونه از این داره که انسان برای پیدا کردن خودش توی دنیای پیچیده امروز باید تلاش کنه و برای اون هدف و هویتش قدم برداره. یکی از رابطه هایی که من خودم خیلی دوستش داشتم رابطه کیکی و گربش بود. جینجی نماد دوستی و حمایت در طول سفرهای زندگیه. جیجی خیلی کیکی رو حمایت میکرد، کمکش میکرد. توی یه جایی از فیلم دیدیم که اون عروسکی رو که کیکی گم میکنه، جیجی به جای اون عروسک میره تا کیکی بتونه عروسک رو پیدا بکنه. پس این دوستی و حمایت رو نشون میده که به نظرم به بهترین شکل نشون داده شده. بسیاری معتقدن که میازاکی تونسته با استفاده از طبیعت، المانهای فرهنگی و فلسفی عمیق، داستانهای ساده رو به تصویر بکشه که در نهایت دارای معانی عمیق هستن. استاد تو تک تک انیمه هاش اومده داستانهای ساده رو یه جوری خارق‌العاده نمایش داده که کلی از آدما به سمت انیمه کشیده شدن و از دیدن انیمه لذت میبرند. هنر انیمه و طراحی شخصیت‌ها، محیط، زیبایی خاصی به انیمه میده و تاثیر بسیار زیادی بر احساسات بیننده داره. من خودم اولین بار که این انیمه رو دیدم خیلی لذت میبردم از محیط، طبیعت، شخصیت‌ها و واقعاً خیلی قشنگ کنار هم چیده شده بود. پیام مثبتی که این انیمه بسیار زیبا داشت، در پایان داستان کیکی یاد میگیره که هیچ چیز به اندازه خودباوری و تلاش شخصی مهم نیست. این پیام به تقویت روحیه و امید در مخاطب کمک میکنه. وقتی
اون اتفاق برای دوستش افتاد و میخواست نجاتش بده، به این نتیجه رسید که خود درونیش رو باید پیدا کنه، نباید دل ببنده به یک چوب و چیزهای دیگه، خودش رو باور کنه تا بتونه پرواز کنه. صلح و همبستگی. انیمه داره به موضوعات همبستگی اجتماعی و حمایت افراد از یکدیگر رو نشون میده. کیکی وقتی سرویس هاشو تحویل میداد با آدم خوشو بش میکرد، با اونا مهربونی میکرد، بهشون کمک میکرد. میخواد بگه که در جامعه ما اهمیت روابط انسانی خیلی مهمه که انیمه به صورت بسیار زیبایی اونو به تصویر کشیده بود. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو هم با من بودید. خیلی دوست دارم نظراتتون رو راجع به این انیمه بدونم، چیزایی که من جا انداختم نگفتم و اطلاعاتی که شما دارید. شاید من اونقدر اطلاعاتم کامل نباشه، شما هم تو کامنت ها برام بگید درسایی که از این انیمه گرفتید رو، و خیلی ممنون میشم که ساب کنید و زنگوله رو حتما فعال کنید. خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.